سرخط خبرها: تحقیق حمله در مکتب ایران از سوی کنگرسی آمریکا. 10 کودک بیماری تاجیک را در چین و رایگان جراحی دل می‌کنند. و هشدار وزارت نقلیات از خطرهای احتمالی آفت‌های طبیعی در راه‌های کشور. سلام بینندگان عزیز، نوید بامدادی را با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 13 مارس سال 2026 است. 10 کودک بیماری تاجیک را برای جراحی دل به چین میبرند. در این باره مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان روز 12 مارس خبر داده است. به اطلاع این نهاد، کودکان که نقص مادرزادی دل دارند در چین رایگان جراحی میشوند. در این سفر یکی از والدان هم آنها را همراهی میکرده است. به نوشته منبع، این تصمیم اخیراً در ملاقات مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی با سفیر جمهوری مردمی چین در تاجیکستان گرفته شده است. سفر کودکان بیمار و جراحی آنها در دایره همکاری دوجانبه تاجیکستان و چین در ساحه تندرستی به راه مانده شده است. وزارت میگوید در روند جراحی کودکان طبیبان تاجیک هم شرکت خواهند کرد. آنها هم با مقصد از خود کردن تجربه متخصصان چینی به این کشور میروند. به گفته مسئولین، هدف اصلی راه اندازی و استفاده از اصولهای نوی طبابت در تاجیکستان است. منبع‌های رادیوی اروپایی آزاد، رادیوی آزادی گفتند قرار است ارزیابی مقامات نظامی آمریکا درباره حمله مرگبار موشکی به یک مکتب دخترانه در ایران به زودی به کنگره پیشنهاد شود. این در حالی است که گزارش‌ها درباره احتمالاً از جانب ایالات متحده انجام شدن حمله می‌افزاید. 2 مقام آمریکایی آگاه از قضیه گفتند به نظر می‌رسد نیروهای آمریکایی وقتی ضربه زدن به معلومات اکتشافی کهنه تکیه کردند، هرچند این خلاصه ها هم نهایی نیستند. آنها روز 11 مارس به رادیوی اروپایی آزاد، رادیوی آزادی گفتند اطلاع The New York Times و رایترز را درباره استفاده از معلومات خطای اکتشافی رد یا تصدیق نمی‌کنند، اما دلیل‌های یافت شده به همین سمت می‌برد. به اطلاع رسمی روز 28 فوریه در نتیجه حمله موشکی به مکتب دخترانه در شهر مینابی ولایت هرمزگان ایران دست کم 175 نفر از جمله 168 کودک کشته شدند. پیت هکست، وزیر دفاع و منصبداران دیگری آمریکا تاکید کردند که ایالات متحده مخصوصاً مردم آسایشته را هدف قرار نمی‌دهد. اگر تصدیق شود که حمله از سوی نیروهای آمریکا انجام شده است، این یکی از حادثه‌های پرقربانی با شرکت مردم آسایشته در 10 سال‌های اخیر خواهد بود که در آن آمریکایی‌ها دست دارند. در ازبکستان رویخطی آزاردهندگان زنان و کودکان را تهیه کردند. همکنون نام افرادی که به زنان و کودکان جبر و ظلم و خشونت روانی و جسمانی را روا می‌بینند در رویخط سیاه وارد کرده می‌شود. طبق دستور نو، مقامات کارهای داخلی و دادستانی وظیفه‌دار شدند که اسم این گونه افراد را در مخزن یگانه ثبت کنند و برای پیشگیری از قانون شکنی نسبت آنها سری وقت چاره اندیشی کنند. در اساس سند مذکور همچنین برای قربانیان آزار و خشونت کمک‌های اجتماعی پیشنهاد می‌شود. زنان و کودکان می‌توانند یاری طبی، روانی و حقوقی دریافت کنند. با باور مقامات، تهیه چنین یک رویخط امکان می‌دهد که در حالت رخ دادن خشونت ساختارهای دولتی فوراً دست به کار شوند. گفته می‌شود این افغانی شیوه حمایت از زنان و کودکان را بهتر و خطر تکرار شدن خشونت و جنایت نسبت آنها را کم کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که شرکت بازیگران تیم ملی فوتبال ایران در سبقت جام جهانی سال 2026 در آمریکای شمالی میتواند امنیت آنها را زیر خطر قرار دهد. پیشتر از این رئیس فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو گفته بود که با وجود جنگ در خاورمیانه از حضور فوتبالبازان ایرانی در این سبقت شاد خواهند بود. وزیر ورزش ایران گفت کشورش نمیتواند در این مسابقه جهانی شرکت کند. ناامنی در این کشور شرکت تیم مردانه فوتبال ایران را در بازی‌های جهانی تابستانه سال روان زیر سوال برده است. در همین حال تیم منتخب زنانه ایران پس از شرکت در مسابقه جام آسیا در استرالیا پرسر و صدا شد. با نگرانی از اینکه در ایران به دختران خطری جدی تهدید میکند، استرالیا به تقریبا 6 عضو تیم زنانه ویزای بشردوستانه داد و آنها در این کشور ماندند. قضیه از آن شروع شد که دختران فوتبال باز در آغاز یکی از بازی‌های خود از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کردند و این عملی آنها را در ایران خیانت نامیدند. ادامه این موضوع در یک گزارش پیشنهادی شما می‌شود.
سرنوشت تیم زنانه فوتبال ایران پس از آن در مرکز توجه قرار گرفت که در بازی‌های جام آسیا و در آغاز نخستین بازی خود با دسته کره جنوبی سرود ملی جمهوری اسلامی را نخواندند. دختران این سکوت خود را شرح ندادند، اما در ایران آن را یک عمل اعتراضی و خیانت در زمان جنگ نامیدند. اینکه تو بری اونجا سرود ملی نخونی، این اوج بی‌شرفی و بی‌وطنی. هم مردم هم مسئولین با اینا به عنوان خائنین زمان جنگ برخورد کنن، نه اینکه حالا یه اعتراضی داشتن و این کار نمادین کردن. ننگ بی‌شرفی و خیانت باید رو پیشونی اینا بمونه، جدا باید باشون برخورد درست حسابی هم بشه. از ترس آنکه بعد بازگشت در ایران تعقیب خواهند شد، چند عضو تیم خواستار پناهندگی در استرالیا شدند. در پاسخ به آنها ویزای بشردوستانه دادند. معلوم شد 5 زنی بودند که میخواستند در استرالیا مانند. آنها از سوی پلیس فدرالی استرالیا به جای امن برده شدند و من شب گذشته آنها را دیدم. من به دیگر اعضای تیم گفتم همان فرصت حالا هم هست. اتوبوسی که اعضای باقی مانده دسته را به فرودگاه می‌برد از سوی هواداران در استرالیا احاطه شد. آنها کوشش می‌کردند که دختران را از بازگشت به ایران بازدارند. گروه از اعتراضگران در فرودگاه جمع آمده خواستند دختران فوتبال باز آنجا بمانند. بنا به گزارش‌ها 2 عضو دیگری تیم منتخب فوتبال زنانه ایران هم در آخرین لحظه‌ها از استرالیا درخواست پناهندگی کردند. هرچند بعدتر خبر داده شد که یکی از آنها دوباره از رایش گشته است. دادستان کل ایران وعده داده است که بازگشت تیم به کشور استقبال خواهد شد و آنها می توانند با دل آرام برگردند. قسمی از دختران فوتبال باز استرالیا را ترک کردند و حالا معلوم نیست که بعد بازگشت آنها را چه انتظار است. خود دختران در یک نشست خبری چند روز پیش گفته بودند از جنگ در کشورشان نگرانند. قطعا هممون از شنیدن این خبر ناراحت شدیم و خب قطعا نگران هستیم، اما من برای کشورم آرزو اینو دارم که زودتر به روزهای خوبش برگرده و ما اومدیم اینجا فقط فوتبال بازی کنیم. قطعا ما هم نگران خانواده هامون کشورمون هستیم و امیدوارم که همه در سلامت کامل به سر ببرن و هیچ کس دوست نداره جنگ و هیچ کس دوست نداره اتفاقاتو. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت نقلیات کشور میگوید در پی آمدن سیل ترمه در روزهای سیرباریش ماه روان، راه و انشاءات در برخی از ناحیه‌ها از جمله بدخشان و رشت و راههای بین المللی آسیب دیدند. آفت طبیعی سبب قطع موقتی حرکت ماشین ها شده است. وزارت روز 12 مارس گفته است از اول ماه فوریه در راه بین المللی وحدت رشت لخش سرحد قرقیزستان و راه اتومبیلگردی لبیجر سنگوار قلعه خم بیش از 30 ترمه خرد و بزرگ فرآمده است. حالا به اطلاع وزارت راهها تعمیر و عاقبت‌های آفت‌های طبیعی برطرف کرده می‌شوند. با این حال وزارت نقلیات به همه مؤسسه‌های نگهداری راه‌های کشور دستور داده است که در حالت آماده باشند. وزارت با تکیه به معلومات هواسنجان هشدار داده است که دهه دوم و سوم ماه مارس در کشور مخصوصاً در منطقه‌های کوهی برف و باران در نظر بوده خطری آمدن سیل و ترمه و ریزش سنگ وجود دارد. هر سال در پی آفت‌های طبیعی روهای ماشین‌ها به منطقه‌های کشور مخصوصاً به سمت سوغد و بدخشان دشوار می‌شود. در این فرصت برنامه بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 مارس را فرا می‌گیرد. 13 مارس سال 1938 با قرار حکومت شوروی در مکتب‌های میانه این کشور تعلیم زبان روسی حتمی شد. تاریخ شناسان ضرورت چنین قرار را به سبب‌های ابجکتیوی و سیاسی ربط می‌دهند که از سوی برای جاری کردن یک زبان معاشرت در یک کشور سرملت ضرور بود. از سوی دیگر نفوذ فرهنگ و زبان روسی در پیشبرد سیاست مسکو بسیار مهم دانسته می‌شد. این قرار سبب کاهش کاربرد زبان‌های ملی گشت و آنها را در سطح عائله محدود نمود. در تاجیکستان صاحب استقلال آموزش زبان روسی امروز هم بخشی از برنامه حتمی مکتب‌های میانه میباشد.
13 марти соли 1944 Давлатхудо Назаров, коргардони синемо ва сиёсатмадори маъруфи тоҷик таваллуд шудааст. ба ҳайси наворбардор дар таҳияи филмҳои достони Рустам, достони Сиёвуш, ба ҳайси коргардон чун муаллифи филмҳои Субҳи ҷавонии мо, Мардиро, филмҳои мустанади Устод, Орзуҳо дар бораи истиқлолият маъруфият касб кардааст. раҳбари иттиҳоди синамогарони СССР буд. соли 1991 ба ҳайси узви ҳизби демократ ва намояндаи мухолифон довталаби курсии президентӣ гардид, вале солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба Русия кӯч баст. 13 марти соли 2009 академик ва донишманди маъруфи соҳаи кишоварзӣ Ғулом Алиев даргузашт. зотпарвари маъруф бо ихтирои зоти нодири гӯсфанди серпашму серавған ва сергӯште маъруф шуд, ки исми гӯсфанди тоҷикиро гирифт. ихтирои ӯ барои пайдоиши зотҳои дигари нодири гӯсфанд дар Қазоқистону Қавқоз ҳам мусоидат кард. муаллифи асарҳои зиёди илмӣ дар бораи чорводорӣ ва беҳбуди сифати зоти чорво мебошад. шабонарӯзи ахир дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши рубли русӣ ҳамоно бетағйир боқӣ монда 1000 рубли русӣ тақрибан 120 сомонӣ арзиш дорад. $100 амрикоӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ба 954 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандаи азиз, ташаккур барои ҳамроҳӣ. охирин нашри навиди бомдодӣ буд дар ҳафтаи равон. хабарҳои бештар аз ин дар давоми рӯз ва дар рӯзҳои таътил дар сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳоди шумо мешавад. бароятон истироҳати хуб мехоҳем ва худо нигаҳдор.